از اینکه حسابی توی خیابون و زیر بارون قدم زدم و خیس شدم، برگشتم سمت خونه. حوالی ساعت 5 بود و من تا این موقع بیرون بودم. کلید انداختم و در رو باز کردم. هوای گرم به صورتم هجوم آورد و تازه بهم فهموند که چقدر سردمه. با درموندگی به سمت اتاق رفتم و لباسم رو عوض کردم. برقا رفته بود. فقط سرک کشیدنای گاه و بیگاه رعد و برق خونه رو لحظه غرق نور میکرد. رعد و برق با صدای بدی به گوش رسید که میون روشنایی تو خونه دیدمش. روی صندلی جلوی شومینه نشسته بود و با یه لبخند محو داشت کتاب میخوند. قلبم داشت از جا کنده میشد. همونجوری که سرش پایین بود گفت: جان، چرا اونجوری نگاه میکنی؟ بازم گنگ و آشفته زل زدم بهش. خنده آرومی کرد و سرشو بالا آورد. اونجوری نکن چشاتو خانم دکتر، بجاش تو این هوای سرد یه چایی بده دستمون. بازم سر جام میخ شده بودم و یکی با چکش روی سرم میکوبید. متعجب و نگران گفت: شیدا خوبی؟ پلک زدم و لرزون گفتم: الان میریزم. دوباره لبخند زد و سرشو پایین انداخت. به سمت آشپزخونه رفتم و 2 چایی تو لیوانای همیشگی ریختم. پس از مدت‌ها اولین لبخندی بود که روی صورتم پینه بسته بود. سینی رو برداشتم و به سمت سالن رفتم. به سمت شومین رفتم و اما سر جاش نبود. سینی از دستم افتاد و همه محتویاتش پخش زمین شد. دوباره رفته بود. دوباره. صدایی از پشتم گفت: من بهت قول دادم مگه نه؟ برگشتم. قطره اشکی که روی گونم چکید منو مثل یک فنر فشرده شده به سمت بغلش پرتاب کرد. سرمو توی سینش فرو کردم و بلند حقق کردم. دستاشو دورم پیچید و روی موهامو بوسید. جانم، من اینجام. سرمو از روی سینش بلند کردم و به چشمای قشنگش نگاه کردم. لبخند آرومی زد و اونم خیره شد بهم. واقعی دیگه؟ نمیخوای که بازم بری؟ دستی به موهام کشید و گفت: کجا برم؟ مگه جایی رو میدن بدون تو؟ لباشو روی پیشونیم گذاشت و عمیق بوسیدم.